اجازه است. بفرمایید. سلام. خوب است. خوب باش. باشین خوش میکنم. همین سینه ما گرفته دیگه. اون زکامی که به حد گرفته سینه ما نکن. محمد دکتر دیگه نمیفهم این چرا. چقدر وقت است که مشکل را پیدا کردیم؟ یعنی تقریبا 3-4 روز شده بده. اینو متوجه. این نفس تنگی کن و چقدر مدت هست؟ یعنی مشکل پیدا کردن نفس تنگی برای ایجاد میشه، همچه یک مشکلاتی شما مواجه هستید؟ ولی می دفعه نمیتوجه شد زکام آمد، جان دردی آمد، کسلیت به هیچ جا شدم، دوباره دون سینه بلغم چین شدم من متوجه شدم که شما سیگرت هم میکشید. سیگرت فوق العاده برای صحت انسان مضر هست. شما تیشه با پای خود میزنید. همین مشکل سرفه را که پیدا کردین، همین نفس تنگی را پیدا کردین، همیار سینه تان گرفته، درست است؟ همین مشکل سیگرت هست. دکتر سرویس تقریبا 30 سال است که من سیگرت میکشم. بازی تکلیف ما به سیگرت چی ارتباط است؟ سیگرت باعث شده که این نفس تنگی، مشکلات گوناگون مثل کانسر یا سرطان، مشکلات COPD یا مشکلات از نگاه عامیانه بگوییم که نفس تنگی و مشکلات سرفه خلق میکنه برایتان. و کوشش کنین که از این ماده خطرناک استفاده نکنین. امیارم که با میش مشکل شما گرفتار هستین، همین مشکل سیگرت هست. ما با خاطر ازی که مشکلات مثل سرفه و تب و جاندردی داشتی، دو دوا را برای شما توصیه میکنم که این مرضتان مشکلتان خلاص شود. اما من حیث یک دوست توصیه میکنم برای شما که بعد از این سیگرت ترک کنید و با سیگرت نخورید. اگر سیگرت ادامه بدین، بدون شک که شما هستین و دکتر و شفاخانه. امیدوار هستم که این توصیه مرا شما عملی کنید. انشاءالله کوشش میکنم. سلامت باشید، بخیر باشید، سلامت. از هموطنان نهایت گرامی خواهشمند هستم که ما به حیث یک دکتر توصیه میکنم برای شما که برای سیگرت نبگویید.